به نام خداوند مهربان. سلام علیکم هموطنان عزیز. امیدوارم در هر جای دنیا که هستید جان شما جور و وقت شما خوش باشه. هموطنان گرامی، ما امروز آمدیم در پیش یک بیرار خود در نام عبدالله جان. عبدالله جان که هست مدتی فکر کنم از کودکی ناجوره و در یک مریضی خیلی بد مبتلایه. کنال از خودش پرسان می‌کنه که مریضیش را چند سال میشه و فعلا در چی حاله. عبدالله جان برار خوب هستی؟ خوش آمدید. جان جور سلامتی بخیر؟ تشکر شما خواهید. خوش باشی، سلامت باشی. عبدالله جان برار تو قصه کدامو که چند سال میشه مریضی و مریضی تو فعلا در چی وضعیته؟ والله برادر عزیز، من خب بیماری یا مریضیم از زمان کودکی بوده که بیماری یک بیماری ژنتیکی و پیشروینده هست که عضلات بدن یا گوشت بدن به حساب آمیانه کلا او میکنه، سال و سال پیشرفت میکنه. این بیماری نیست که مثلا متوقف شده در حالت باشه، پیشروینده است در کل که اینو شما میبینید دیگه داستا که یک آدم 27 یا 28 ساله باشه دیگه این رقمی عضلات چی نیسته. برادر عزیزی بیماری از زمانی کودکی بوده و ما اولا سریپایی بودم دوران کودکی نوجوانی مکتب مرفتم. بعد از روی هرچی رفت زیاد شده داستا تا ای که نالی 5 سال میشه یا زیادتر که من از راه رفتن ماندیم کاملا. مثلا وقتا مکتب مرفتم کار میکردم، حالا دیگه کاملا از پای ماندیم که خودشون مفهمید که این وقتی عضلاتی رقمی باشه دیگه روی یکی پای نمیشه استاد شد. حالی پایت از کار افتاده دیگه؟ آره دیگه، یعنی ما حتی نمیتونیم که روی تخته استاد شون مثلا 2 دقیقه استاد شون مثلا در حتی تکیه بیتون سر پای خسته شده نمیتونیم؟ نه دیگه نه کلا. خب یک چیز واضحه خودشون بینگرین دیگه که وقتی عضلات نباشه پای استاد گوشت جان تو او شده دیگه؟ او شده موره که سایکین دستوارم درگیر کرده. یک بیماری است که کلی بدن درگیر میکنه و یه 5 سال میشه که نه پاهای ما کاملا از کار افتیده متاسفانه. یا عوضی که گوشتا او شده دیگه دردم پیدا شده، کمر، پا، دست دیگه درد سیاتیکی چیزها پیدا شده متاسفانه. و دیگه ما با دکترها که اولا مراجعه میکردیم میگفت خوب میشه، ولی متاسفانه حالا که تشخیص داده دکترها تازه میگه خوب نمیشه. هیچ که یک بیماری پیشروینده، یک بیماری بسیار خطرناک است و یک بیماری است که اگر درمان نشه یک بیماری زجر کشنده هست و با معذرت و میگه اگر درمان نشه تا 3-4 سال تمامی بدن فلج میشه، مشکلات قلبی، مشکلات تنفسی، در سخن گفتن، در بلع یا به حساب ما شما قرض کردن یا غذا مشکل جدی پیدا میکنی. حالی هم خیلی مشکل دیگه که از پای من دیگه گشتن نمیتونم. آره ما راه رفتن نمیتونم متاسفانه. خود تو را خانواده ایلا بولا ببره؟ آره دیگه می خیلی سخته. وزده افغانستان در پیش کدام دکتر رفتی؟ اینا چی گفته؟ در پیش دکتر عصمت الله رسولی رفتیم که از مردمی غزنی است که متخصص اعصاب است. پیش دکتر سید حنیف منوری رفتیم و همینطور پیش دکتر احمد فواد پیرزاد که اینا دکترهای سرشناس و متخصص اعصاب دیگه کلا میفهمید. و دیگه شفاخانه ها مثل علی آباد، صلیب سرخ، فرانسوی ها، همین چیز دکتر که در افغانستان بوده دمی زمانی که ما کابل آمدیم به خاطر مریضی کلا مراجعه کردیم. درمان نتونسته؟ نه دیگه درمان که نتونسته چی تا درمان ازی در افغانستان یا هند یا کشوری مثل پاکستان، ایران نیست که هیچ زحمت نکش که اونجا بری مثلا درمان چی. خب برار جان باز مثلا در تای وقتی که تو مریض بودی تو را یگو خیری یگو مثلا تجاری چیزای کمک کرده نکرده؟ نه متاسفانه اونطور خیری که البته خیرین زیاد است، صفحاتش دارم ما پیام دادیم در کلگیش چی جیمیل بده چی واتساپ بده یا زنگ مستقیم که متاسفانه پیام هایش هم موجود است که کلا همون واتساپش روشن بده، بعضیاش دیده جواب نداده، بعضیاش هیچ اصلا ندیده میر نمیفهمون که خواه شلوغش زیاد است، خواه ما رو نمیبینم متاسفانه چیزی گفته نمیتونیم. اکثریت فقط میگه باید دین ایمان باشه، مثلا همپذیری باشه، ولی ما که میبینم خیرین متاسفانه خیلی هایشی کار نمیکنه به خاطری شاید نامکشی باشه و دیگه نمیفهمون ما دقیقا که موضوع از اینا چی است. و جمله دکتر رمضان بشر دوسته که واقعا دوست داریم به خاطری که ما کلا میگیم بشر دوست است که از نامش باید پیدا بشه. ما چندین بار واتساپش در جیمیلش پیام دادیم، متاسفانه جواب اینمی بوده که منفی بوده، ما کمک ندارم.
خب در صورت ما میبینیم که در صفحه نشر میکنه دولت خیلی کمک کنه در مردم. بله کمک میکنه، ولی متاسفانه ما را جواب کردن که دیگه ما گفتیم اهمیت اقل پست ما را در صفحه فیسبوک شیر بکنیم شاید یک راهی پیدا شه، ولی متاسفانه نمیفهمیم که ما اشتباه برداشت کردیم یا اونا چیزی از دست ساختن نیستک. خیر انشالله برار جان عزیز از مو که می یک دانه صفحه اگه فیسبوک داری خون یک اینستاگرام نمی پست را انشالله نشر منی هموطنان عزیز. عبدالله برار مو که هست با وجود از اینکه خون یک بیماری خیلی سخت دست پنجه نرمونه و از وضعیت اقتصادیش هم خیلی خرابه واقعا، یعنی نمیتونه کدام کار کنه، خواست دست و پای منده دیگه، وضعیت اقتصادی خانوادهش هم خیلی خرابه. ادیب جان برار مرا عبدالله جان دست چرا بگیرید کمک کنید دیگه، خداوند شما اجر بده. ادیب جان برار تانوز باز در بیرون از کشور رفتی نرفتی برای تداوی؟ نه متاسفانه بیرون از کشور نرفتیم. در قدم اول که ما اقتصادش نداریم و اگر ما باید حداقل که ایران یا پاکستان بریم 5 لک یا 6 لک افغانی حداقل چی لازمه. و دیگه ما اونجا به خاطر نرفتیم به دکترای متخصص که ایران و پاکستان نره، به خاطر درمان نداره، فقط پیسه که مصرف میشه. حتی هند فقط رای تینی که اروپا بری یا مثلا کانادا، استرالیا یا امریکا که اونجا بری که این بیماری حداقل کنترل شه که پیشرفته فرضی نشود، در غیر صورت دیگه کامل فلج میشه تا 3-4 سال که ما دکتر متخصص هسته حرف درسته و قراری که تجربه مخود ندارم هم میشه و پیش مورد به خاطر که سال 10 سال بیماری زیاد شده مورد. تا پارسال دستای من خوب بود ولی این سال دستای من متاسفانه ضعیفه. یعنی شما میدونید دیگه ایزای غزالات در کاملا یعنی واقعا نگران کننده است دیگه. برادرها و شنونده های گرامی، هر کسی که وضعیت مرا میبینید در کل برای شما خلاص بگم، اگر راهی برای انتقال من خارج از افغانستان پیدا میتونید که خیلی خوب است، که هدف ما درمان هست. هدف ما این نیست که ما از اونجا پول جمع کنیم برای خود خانه بسازیم. اگر ما واقعا بیمار نبودیم یک مشکل می داشتم در قدم اول حق یک انسان دیگر رو نمیخوردم، دور از انصافی ما هست. دوما ما در صفحات مجازی غیر مجازی این همه تحقیر نمیپذیرم. هر کس از خود غرور دارد که ما در صفحات مجازی به خاطر بیماری پیش خیلی انسان های مشهور از اشرف غنی گرفته تا استاد محقق و همینطور آجی احمد سیلاب خیلی آدم مشهوره و خیلی های دیگر، دکتر جعفری مهدوی، داود ناجی و خیلی های دیگر و همینطور نهادهای خیریه یا نثار کابل، اینا که اصلا پیام دادیم و جواب نه مثبت گرفتیم نه منفی اکثریت شد و به این خاطر هیچ کس دوست نداره که تحقیر شود. ولی ما موضوع بیماری است، ما که بیمار شم تمام بدنم فلج شود واقعا دردآور است. یک موضوع و موضوع دوم یک بیماری است که فقط فلج میکنه، زجر میده، نمیشه در کل. ما قد دکترا هم گفتیم کاش سرطان میبودیم 2 سال زنده نیم یا 1 سال، ولی بدتر از سرطان است که زجر کش میکنه. اول خودم بیمارم به خاطر از من حتی قوم خانواده بیمار میشه، واقعا سخت است این بیماری. دقیقاً. و دیگه ما از دوستا خواهش می‌کنیم که دوستایی که در خارج هستین چه در داخل، هر کاری که از دست شما در انتقال من میاد اگر لطف کنین با من همکاری کنین به خاطر انسانیت و بشردوستی خیلی خوشحال میشم. اگه راه نمیشه که راه حمایت مالی اگر پیدا شود که من از هیچ کس توقعی 100% ندارم به خاطر شرایط کلیگی رو باید درک کنم. اگر راهی بود که یک حمایت مالی شود، راه دوم که طریق حمایت مالی شما دوستان گرامی بتونم خارج از افغانستان برای درمان خود برم، این برای شما ثواب است که نجات یک انسان مقابل نجات تمام بشریت هست، چه در دین بسنجیم چه در انسانیت. و دیگه اگر این راه نبود حداقل اگر راهنمایی کوچک به ما بکنید، مثلا که تو دینی نهاد برو یا این کار بکن یا مثلا ایران یا پاکستان برو این کارا رو پیش ببر تا خارج رفتن میشه. هدف ما فقط درمان هست، نه اینکه مرا بیا کس بگه که من این روغن برای تو میتونم بخورم یا برای تو خانه میسازم. ولی خاطر ما واقعا اگر موضوع خورد و خوراک بودی بیمار نبودم حتی در فلجم بودم که در این حالت میموندم، ما خود این کار میکنم، واقعا خود این کار میکنم، حداقل از طریق کامپیوتر
یک چیز دیگه بیماری است که دکترها میگن پیشروینده هست، فلج کننده هست، دیگه نمیکشه، فقط زجر میده اگر درمان نشه. و درمان های من در افغانستان به 3 دلیل نیست. اول بسیار گران قیمت هست، 3 داروی درمانیه و بعدش هم در افغانستان اونها مجوز ارسالش نداره که دکتران که شاید تا 20 سال بعد یک دارویش بیه. و بعد از اون که در افغانستان شرایط حکومت امارات هست و دیگه نمیفهمیم که تا حکومت امارات در رسمیت شناخته شه و تا دارو بیاید به وقت ما شاید زنده نباشیم. اگر باشیم هم کاملا فلج میشیم. و دیگه یکی اگر ما این حال فلج شویم دیگه داروهایی که در اروپا هم هست دیگه نمیتونه که دوباره بازیابی کنه حرکت یا مثلا عضلات. فقط وقتش اینی بهترین فرصت است که دنزی وضعیت ما را نگاه. و دیگه قسمی که میبینید متاسفانه اینی هم تمام نقصه های است که ما در افغانستان مراجعه کردیم در پیش دکترای متخصصین و دیگه این نقصه ها هم تشخیص های اخیر از بیماری است که دوستای عزیز شما میبینید. ای از دکتر اسمت الله رشیدی است که بیماری را اسپاینال ماسکولار اتروفی نوشته کرده. ای هم از دکتر احمد فواد پیرزاد هست که تشخیصش اینجا نوشته کرده. همین گبی دکتر اسمت الله رسولی تایید کرده. و ای هم از دکتر کامران کاظمی مقصودی است که اینا این دکترای متخصص افغانستان است و اینا هم نسخه های از فرانسوی ها، از علی‌آباد و از سرخ و از خیلی جاهای دیگه است که اینا از فرانسوی ها هست. شما میبینید اینا کلا ما چیزی دارایی داشتم اینا مصرف کردیم ولی متاسفانه نتیجه نداد. آخرین تشخیص این میشه که بیماری پیشروینده هست. در افغانستان یا دیگر کشورهای آسیایی درمان چیزی نیست. اگر باشن قیمت هست که برای هر کس نمیرسه، حتی کسایی که خیلی اتباع کشورهای داخلیش هست. و دیگه فقط خواهش من از دوستان این است که من هدفم درمان هست. در انتقال موضوع اول در انتقال مگر راهی پیدا شد. اگر نمیشه حمایت مالی کنید تا ما بتونیم خارج از افغانستان بریم. اگر ما میتونستیم با پولی کمی مثلا دلاری کمتری بیشتری انتقال ما امکان پذیر بگیم. من از هیچ کس نمیگرفتم به خاطر شرایط افغانستان کلا خراب است و این وجدان ما هم نمیاد که حق یک انسان دیگر رو از هر قوم و از هر طایفه یا مذهبی باشه. بله برار. دیگه دوستای عزیز تشکر از اینکه تا اینجای برنامه را ما بودید. دیگه از تمام شما خواهش می‌کنم که در دمی که ادیب جان برارمون بخواید انتقال بدید یک کمک کنید. بعد از او کمک مالی هم اقتصاد هم آره دیگه اگه اقتصاد ضعیف نبودید ما میتونستیم در کشور از طریق پول بریم. آره اقتصاد ادیب جان برارمون واقعا خرابه. دیگه انشالله میره چی را بگیرید و کمک کنید که بتونه همین مریضی خود را درمان کنه. انشالله خداوند همه شما خیر بده. دیگه ادیب جان برار موفق سلامت باشید. سلامت باشید. در قدم ها تشکر از شما، واقعا زحمت کشیدیم و همینطور از شما دوستان گرامی امیدوار هستم که هیچ کمک اگر نکردیم یک مشوره درست بتینم برای ما جهان یک جهان ارزش داره. موفق و سرفراز باشید.